خوش اومدید به قسمت اول آموزش مداد رنگ. اینجا قراره با سایه زدن بهتون یاد بدم که چجوری یه چیزی رو بعد بهش بدیم، حجم بهش بدیم. همونجوری که توی شکل دارید میبینید، اول باید از کم شروع کنیم تا برسیم به اون چیزی که مد نظرمونه. پس باید لایه های اول رو خیلی آروم آروم و با حوصله انجام بدیم. برای محو کردنش میتونید از انگشت دستمال کاغذی استفاده کنید که من بیشتر دستمال کاغذی رو بهتون پیشنهاد میکنم. یه بافت یه دست بهتون میده. بعد از تیرگی، یعنی از جایی که بهش نور نرسیده و حالا میتونه اون یه طرفی که نور نداره، هر طرفی که شما میخواید باشه. من از پایین شروع کردم. از خیلی فشار دستتون رو که خیلی بالا میبرید از اونجا شروع میکنید و کم کم فشار دستتون رو کم میکنید تا جایی که به روشنایی اول برسه. میتونید این کار رو چند بار انجام بدید، با دستمال کاغذی اون رو محو کنید که به اون درجه‌ای که میخواید برسه. بعد با یه مداد رنگی که درجه بیشتری داره از همون طیف رنگی استفاده میکنید و تیرگیشو بیشتر میکنید و با اون مداد رنگی هم یه لایه خیلی نازک به بقیه کارمون میدید. وقتی مرحله به مرحله این کار رو انجام میدید، میبینید که اون شکلی که مد نظرتونه کم کم داره خودشو نشون میده. حالا میتونید با یه مداد رنگی که درجه کمتری داره یا یه ذره بیشتره یه کاری کنید که اون طرحی که میخواد یک دست بشه، یه حالت یک دست داشته باشه که بافت مقوا خیلی معلوم نشه. برای تیره کردنش از یه رنگ درجه بالا استفاده میکنیم، شماره بالا. بعد حالا اینجا شما میتونید با مداد رنگی سفید کارتون رو یک لایه‌ای روش بذارید که اونو خیلی واقعی تر نشون بده و میتونید با دستمال کاغذی هم این کار رو بکنید، اونو محوش کنید. ولی من مداد سفید رو بیشتر ترجیح میدم و اونو سفارش میدم که از اون انجام بدید، پیشنهادش میکنم، چون جوری که معلومه ببینید یه بافت یک دست رو بهتون میده مداد رنگی سفید. و این دستمال کاغذی اینجا براتون دقیق آوردم، جایی که سفیده با مداد رنگی سفید انجام شده خیلی بافت خوب و یک دستی داره، ولی اون که دستمال کاغذی کشیدیم دندون‌های مقوا مشخصه. خودتون این تمرین رو توی خونه انجام بدید تا متوجه بشید.